واقعا یعنی یکی از قوی ترین کارهای یوتیوب، جدی دارم میگم. از قلبم پروژه رو میگیرم کانالمو میذارم. خیلی مخلصیم. مثلا امیری هستم، اومدیم با برنامه جدید تاچ آخر، قسمت جدید که قراره یک فردی بین 60 تا 70 سال تبدیل کنیم به یک رپر. بازارچه تجریش هستیم، میریم شغل‌ها رو ببینیم که با ما همراه میشه. کسایی که با ما همراهن، میلاد عزیز و پویای عزیز. بریم واسه پیدا کردن اون فرد و رپ پیدا کردن. برو بریم. سلام اجازه است یه صحبتش سوال کنیم از شما. موزیک رپ شما گوش دادی؟ رپ دریان اونو چه دوست داریم گوش میدیم. احتمال رپ باشه، احتمال داره سنتی باشه، احتمال داره جاز باشه. زنگ بزنم بلند. آره شما هر چی باشه. سلیقه ها مختلفه دیگه. همه سلیقه ها برای خودش مختلفه. چیزی بدی نیست. یعنی شما نظر منفی راجبش ندارید؟ نه. چیا کلا گوش میدین مورد پسند هست؟ الان چیز فکری آنچنان ندارم ولی خب گل پایگانی بود، ایرش بود، آیده بود، مرسی بود. آواز بیشتر گوش میدید، سنتی. مثلا قومشی گوش میدید، ابی گوش میدید، شماعی زاده گوش میدید، هایده گوش میدین، رپ گوش میدین. عاشق رپ. نه بابا، رپ هم یعنی بلدی؟ آره بلدم. اگه قرار بود که شما مثلا رپرشین قبول می‌کردین؟ والا من اصلا گوش نمیدم. اصلا گوش نمیدم. موقعی که اینا همه بچه و ما بچه قدیم مولوی لاتای تهران. خیلی مخلصی. دست در نکنه. سن ما نه. خودم نمیتونم به خاطر رپ یه انرژی خاصی داره. این ور دلم اوف اینا، اون ور دلم اوف اینا، قربونت برم اوف اینا. دعوت شویه عشق عالیه. فقط علاوه سوال استاد بود. ما یه برنامه داریم میسازیم اینقدر باحال و خوش انرژی. این سریعتر بگم اول میخوام ببینیم اگه شما اوکی هستین که بخوایم بریم با این موزیک آشنا شیم، یه روز دو روزتون رو قرار تایمش رو به ما بدین بریم انجام بدیم. آقا مایه توش باشه. اون رو روال میکنه چهره و اینا یه تغییر بکنه، یه ذره دیگه به رپ بخوره. 5 ماه زحمت کشیدم. نه اینا خب نگه می‌داری. هر بلایی دوست داری. پس اوکیه. آقا اوکیه. اسمم حسینه. الان 65 سالمه. لقبی ژاپنی هم دارم میگن شوشو. چی میگن؟ شوشو. چی؟ یعنی به زبون خودمون مهربون مزبون. واقعا یه مهربون. اسمم دارم تونیه. این آمریکاییه. توی دالاس آمریکا زندگی کردم. گنگستر پیدا کرده. هر کاری که میخوام بکنیم فقط دست به این ریشا نخوره. راه نداری یه ذره این بغلا رو؟ راه نداره. پس بالا رو یه ذره اوکی کن. بالا رو اوکی میکنیم. میخوایم بسپاریم به کسی که تو این کار تخصص داره و واقعا کارش درسته. امیرعلی همسام عزیز. سلام علیکم. توی چطوری؟ هم که به ریشه دست زده نشی. تو هر چیزی بگیم بدتر می‌کنی. به ما نده بزنی. 5 ماه دارم. بریم بسازیم. بریم. دستتون درد نکنه. واقعا زحمت همین علی دست در نکن. بریم حالا با استایل باز چک میکنیم اگه روز موزیک ویدیو خواستیم چیزی اضافه کنیم اون روز موزیک ویدیو. الان بریم استایل تریپو میزنیم که کار جمع بشه. کجا بریم؟ بریم واسه لباس پوشیدن استایل. مرسی. برو بریم. تاش چی میشه؟ برو بریم. اومد. کاهل عزیز هم کارهایی که داریم انجام میدیم و بهترین هم هنرش رو داریم. فشن دیزاینر فوق‌العاده کار درست لول اپ. قراره که شما رو هم یه نگاه بندازن که چه استایلی به موزیکی که انتخاب کردیم میاد و همون رو بساز دیگه. کمش. من نظرم یه ست اولدمانی بزنم. اولدمانی چون چند تا سبک رفتیم. آفرین. هر قسمت چون اولی کاستوم بود. آره. یه ذره متال تور بود. سومی هم هیپ هاپی تور بود. اینو یه ذره چون بهرام است بعد احترامش نگه دارم. یه ذره سر و سنگین‌تر و برو بریم تو کارش. بریم همون. استایلی که می‌خواستیم و به عمو دادیم خیلی هم روش نشسته از خیلیا بیشتر. حالا خیلی باحالی. ما دوست داریم.
یه تیپی زده بودم والا با این تیپ دیدن تعجب کردم خدا یعنی من اینم واقعا فوق‌العاده شده استایل کارو بگی شبیه سردسته قشنگ آره اینجوریه که بقیه دور و بری کارا رو میکنه چون قدم میزنه. بعد عمو چون یه ذره ریش و موهاش هم این رنگیه ما سعی کردیم سفید و مشکی استفاده کنیم که بیشتر به چشم بیاد. خیلی عالی شد. کامل شما از اینجا میرید سر استودیو ضبط صدا. امروز جمعه دیگه. آره میریم ضبط صدا و واسه موزیک ویدیو با هم هماهنگ میشیم باز. دمت گرم. مرسی تو همه شروعیا. بودی. یا. برو بریم. برو بریم ضبط صدا. اینجا قرار من بخونم. خب رسیدیم به قسمت ضبط صدا توسط کی؟ خودتون دیگه میدونید. پدرام پلاس عزیز. آقا امیر کمیکال کار درست آهنگساز درجه 1 شکری حرف نداری. دمت گرم. کار بهرام 24 ساعت بهرامو ریمیک کردیم. البته امیر جان همه زحمتاش کشیدم و کاری نکردیم. دمت گرم. دمت تو گرم. خیلی لطفی می‌خواستیم حدوداً همون بیتی که هست رو بریم جلو زیاد تغییر ندیم. آره یه جوری ریمیک شده دیگه. آره دقیقاً همون سبک باشه. میمونه چیکار؟ در آوردن صدا از حسین خیلی پایه است. فقط با انرژی رو بکشیم بیرون. بریم ببینیم اینجا خود چیکار می‌کنه. اوستای. اما حسین عزیز سلام علیکم. حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ استایل سوپر استاری. واقعا. شما می‌بینید عمو حسین پدرام جان قراره که از شما ضبط صدا رو انجام بدن و دیگه میریم. صدا هم خش داره مشیه. حله. بریم. برو بریم. یا. کجا بریم؟ بریم اونجا. دوست داری باز واسم ناز کنی نه؟ دوست داری واسم ناز کنی یا نه؟ نه تو مدلشو بخون. آره دوست داری باز واسم ناز کنی نه؟ دوست داری برام ناز کنی یا نه؟ یا نره ناز کنی نه؟ ناز کنی نه؟ اینجوری ناز کنی نه؟ بریم یه بار روبیت بریم. حالا دوست داری برام ناز کنی یا نه؟ دوست داری خوبه عالی. رو ریتم میره. آره ریتم خوب. آخرش میگی یا نه. صدات عالیه یعنی ببین کاش من اگه صدای تو رو داشتم. دوست داری برام ناز کنی نه؟ خوبه همینه خودشه خیلی نزدیکش. آره تو فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ تو فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ آها خب اینه. ناز کنی نه؟ دوست داری برام ناز کنی نه؟ فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ اشتباه کردم. بعد رو فرسته. خب من برای اولین بارم بود اقرار میکنم یه سری اشتباهات کردم ولی خب گذشت خلصت مردانه است. دوست داری برام ناز کنی نه؟ فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ خوبه؟ دوست داری برام ناز کنی یا نه؟ فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ تو به ما نمیخوری دافی جیگر. تو به ما نمیخوری دافی جیگر. آها بریم کنی نه؟ فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ فکر میکنی من بهت نمیخورم سلام. تو به ما نمیخوری دافی جیگر. تو به ما نمیخوری دافی جیگر. تو به ما نمیخوری بابا. تو به ما نمیخوری بابا. خوب بریم. فکر کردی یه بچه پاستوریزم؟ تو نمیخوری به ما جیگر من. خیلی رندوم هرچی صلاح بدونن رو میخونه. کار سخته. کار خیلی سخته مثلا. آره. اصلا آقا ولی خب کارو در میاریم براتون. کارو در. فکر کنم بدون صدای قبلیشو اینا بذاری بتونه گیجش میکنه وقتی قبلیشو میشنوه. تو به ما نمیخوری جیگر. دافی جیگرش رو قبلی داریم خوبه. ایوه این دوتا رو به هم وصل تو به ما نمیخوری دافی اینو به جیگر. هم وصل میکنم. خوبه. میخوام بخونم تا صدام باز بره بالا بیشتر. باز بره بالا بیشتر. یه ذره تندتر خوبه. باز بره بالا بیشتر. باز بره بالا بیشتر. باز بره بالا بیشتر. آها همینه. خوبه بریم. دافی جیگر. باز بره بالا بیشتر. این بره بالا بیشترش باید تون بگی. بره بالا بیشتر. بره بالا بیشتر. باز بره بالا بیشتر. آها همین. باز بره بالا بیشتر. آها حالا شد. باز بره بالا بیشتر. داره جامپ میزنه. دمت که. جامپ. پرش.
بنده خدا داره خسته میشه. خیلی فشار زیاد از صبح اینجا بودم. شعرم ندادیم بهش بنده خدا حفظ کنه. حتی اینجا اومده داره میخونه. بیا ماچت کنم تو که جاش کبود. بیا ماچت کنم تو جاش کبود. خوبه. بیا ماچت کنم که جاش کبود. بیا خوبه میگه تا که جاش کبود. تا که جاش کبود. عالی. تیکه بعدی. بریم. این چه قش کرد بابا. بابا ولمون کن خار مادر. سیم یه لحظه عصبی شدم، بدجوری عصبی شدم. خب آقا ما تا جایی که شد ضبط کردیم، اما یه مقدار دیگه خسته شدیم. واقعا روز سختی داشتیم. کلی بهشون زحمت دادیم. گرمم بود خود. آره و دمت گرم واقعا. خیلی هم خوب خوندش. یعنی جزء قسمت خوبمون شد. آره واقعا تونستش خیلی خشه باحالی داشت. هم تونست درام می‌خوردش. ان شاءالله من بتونم بزرگواری شما. دفعات دیگه جبران بکنم. نفس من نسبت به سن سالم نمی‌کشید و یه مقدار هول شده بودم، ولی به هر صورت فکر می‌کنم برنامه رو اجرا کردم و مورد پسند شما واقع شد. خیلی لطف کردید بچه‌ها. مرسی. همون روز موزیک ویدیو که چند روزیه. چاکرته. برو بریم. موفق و معید میتونم در بیارم داداش. برو بریم. روز موزیک ویدیو مخلصید. خب رسیدیم به قسمت موزیک ویدیو کار. این سری موزیک ویدیومون سخت‌تره. چرا؟ چون یه ذره ممکنه اکت و اینا رو سخت‌تر بتونیم بریم جلو. واسه از دو تا نیروی کمکی داریم استفاده می‌کنیم که الان بهتون میگم بریم چیکار می‌کنیم. و قسمتی از کارخونه که قبلا اینجا فیلم برداری کردیم، قسمت 2 رو داریم LED وال میزنیم اونجا. الان بهتون نشون میدم LED وال داریم میزنیم بلند، جلوش یه ماشین باشه، از شو بگیرن شروع کنن خوندن. سناریوش هم ساده است، یعنی سناریو خاصی نداره، فقط لیپ سینک و خوندن. بریم پیش گریمور که داره یه کار عجیب می‌کنه واسمون و چند تا از بچه‌هامونو پیر می‌کنه. امیرعلی عزیز که همیشه کار گیریمو به بهترین نحو میبره جلو، همراه با استاد عزیزم. امروز افتخاری داریم پژمان یکی از خفن‌ترین گیریمورای سینمای ایران داریم. اینجا سه حس خوب یاقی 500 10 تا واقعا واسه افتخاری که این پروژه رو همراهی میکنن. دمشون گرم، دم خودت گرم، دم شما میگم که واقعا قرار این سری چون گیریمون خیلی سنگین تره. آقای فاضلی عزیز پیر شه و تو این گرما اذیت شه. آقای فاضلی ما تبدیل کنیم به کاظمی. همون شده رفت. بریم. این LED والا رو که می‌بینی بچه‌ها مربع وصل کرده. برو دم و دسته و سیم. زحماتش با کیه؟ یکی از بچه‌های کار درست، خودش هم یوتیوبر، هم کارش حرف نداره. ایمان عزیز با میاد صحبت می‌کنه. ایمان عزیز خیلی دمت گرم بابت زحمت. کار خوباتش رسید آقا. این کار خیلی خفنه. دمت گرم. این کار بزرگتر و باحال‌تر. من ماشینمون اومد میره وسط اون LED بالا، اونجا چیده شده قسمت تصویر و نورپردازی و علیرضا عزیز که دیگه هر قسمت معرفی میشه و داره با دیگه خیلی علم پیشرفت کرده. آره از دور نور رو داره تنظیم میکنه. همه کارا دیگه علیرضا جان خیلی الان مثلا نور رو صورتمون رو بگیرم گرفت. روشن کن. همش موبایل پردازی می‌کنیم. LED هم حالا روشن میشه با توجه به اون. علیرضا جان به ما میگه که چجوری بریم واسه ضبط و بریم این قسمتو باید متفاوت و یه ذره ریه کردیم. جالب صحبت می‌کنیم. مبارک هم راضی از سیس لنز داره چش چپم ولی اذیت. خب LED ها رو که برای بچه‌ها دارن تصویرش هم روال میکنن، خیلی داره باحال میشه. دو تا از عزیزایی که توی یوتیوب جر دادن و ترکوندن و لطف کردن با ما همراه شدن تو این برنامه که کارو خفن‌تر در بیاریم، بنیامین و سهیل هستن. عشقی سلام آقا. من درس بگم. عشق من. آقا بیا حاجی ببین ما رو ساعت 10 صبح بلند کرده آورده اینجا. من نتونستم نگم. کار هاش حسن عجیب قوی. قسمت قبلی رو دیدیم، همین گفتم آقا من باید باشم. واقعا یعنی یکی از قوی ترین کارهای یوتیوب، جدی دارم میگم. قلبم. پروژه رو میگیرم کانالمو میذارم. آقا اینو من زودتر گفته بودم اونجا بهش. به قرآن گفت الان من گفتم. آقا بس خیلی لطف دارم. قراره که گیریم پیروشه.
میدونید که قراره چه اتفاقی بیفته؟ نه قراره گیریم شیم. قراره گیریم شیم. تو چرا میدونی بچه‌ها پیش اون دو تا آی گیریم رو اومد. ببرید. هرس نخورید. به من گفت بیایید بریم گیریم سنگ قبل از بیاری. تک هر کی مثل من بیاره میره اول گیری. بیاره میره اول گیری. داداش شما بفرما. آقا شما بفرما. الان خب اصلا من و تو داریم. برو عاشق. آقا میشه من بیام اول. بریم واسه گیری. میلاد فاضلی که گیریم شد بودیم تویل عزیزم گیریم کنیم و ضبط تو یکی یکی بریم. آقا یه دونه اینجا میذاریم. تویل فیدیوش رو میبینیم. من خود بابام شدم قشنگ خود بابا. من انگوش کوچیکی بابام هم نیستم. آفرین واقعا جدی دارم. اینا اینجا نگاه. ددی تتوی کینگ سولوا. آبوری دمت گرم. خیلی زحمت کشیدی. خیلی زحمت کشیدی. تایم، زمان، انرژی دمت گرم. دستت نکن. اما دستت همون دوست خیلی عاشق. منم کلمه ها رو میگم. مثلا میگم دوست داری تو واسم ناز کنی؟ نه. فقط هر کار میکنیم اینو باید نگاه کنی. یعنی من ممکنه از این ور به شما بگم ولی شما هر کار میکنی اینجا سمت این دوربینه باشه. والا زمانی که من اومدم اینجا اول باعث تعجب شدم ولی بعد متوجه شدم یه اکیپ 15 نفری 20 نفری با هم دارن کار میکنن. همشون میگن میخندن. این خنده هاشون باعث انرژی من شد. حاجی من اون داییم که ارثتون رو بالا کشید. اصلا مگه میشه اینقدر خوشگل شده؟ من همون داییم که ارثتون رو بالا کشیده شما نون ندارید بخورید ولی کت میخرید. دایی از آمریکا. خب ساعت دیگه 6:30 7 موزیک ویدیومون هم تموم شده پایان رسید. افتخار خودتون آقا برام همگی گرد توکیو ممنون تشکر یعنی چی؟ آریگاتو گذاشتیماشا. آریگاتو گذاشتیماشا. بریم واسه ادیت و موزیک ویدیو. مخلص. دوست داری بازم ناز کنی نه تو فکر کردی یه بچه پاساری زن تو به ما نمیخوری دافی چی کرد بچی میگی دوست داری باشی بیشتر میخوام بخونم تا صدام باز بره بالا بیشتر ولی امشب شب جمعهش حالا بیا بیشتر ای سیگار لعنتی کام بده حالا باز من تا دختر حرفم رو خیلی روش بگم حالا واسط من وقت ندارم توی 24 ساعت خرابم توی خیابون پس هوار کمم ازم میترسم پس قرارم مردم واسمون میکسدم خوف باشه قبول بیام ماچت کنم تا که جاشه کبول از این بحث تو نشیم و بچسبیم بهش همه بدونن اینو چه کسی نوشت ما مست و با تیریم با دست و با میریم تا اصلا تا مریخ را دست و با کنیم تا بری فضا راحت 24 ساعت فکر من اینه که بگم چی دیدم که ندیدی تو که چیزی بخونم که نشیدی خوب پر نشیدی تو فاز نمیده دستم شب با ما باش تا بخونم داخش از سر تو پاهات بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز فاز داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با ساعت نور 10 سال ما رو همه میدونن میشن موت با قدرتمون باشاره با من پاس داره کارم تو 24 ساعت روز تو این 6 سال کاری من پام به جام بود هرچند پولامون کردم من کام به کام دوم از اول بودم تو کارم تا تو خواب هستم من در حال نوشتن رپ هر دم پس میخونم تو بمونه هست فرق رو بیفتم به جونه هم دشمن بیشتر کشتشه بخونه منم مثل فشفشه مهمونه تن تو ندیدی جایی و کم دیدی شاید مثل من کسی رو خندیدی با من رپ 24 ساعت خواب دیده من و آسمونم رو ابرو تاپ میده من ترس ندارم از هیچ کی دیگه هست حواسم هستش به این که دست نذارم اینا رو من از هوا من میام پایین تا وقتی دیدیم بگیم یا خدا اومد با سختی ببین بگو یا خدا اومد
بعضیا میگن شعبد بازم، همه میدونن که نوبر کارم، دشمنا همگی دنبال ما هم، منم داره میشه دنیا به کامم. 24 ساعت روز تو پرسین آهنگو گوش کن دوباره با من. بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز، باز داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با ساعت نور. داستان ما رو همه میدونن میشن مات با قدرتمون. باشاره با من پاسدار کارم تو 24 ساعت روز، بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز، باز داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با ساعت نور. داستان ما رو همه میدونن میشن مات با قدرتمون. باشاره با من پاسدار کارم تو 24 ساعت روز. خروجی کار دیدی، عشق کردی، برین حالشو ببرید. اما حسین عزیز دست در نکنه، مرسی ما رو همراهی کردی تو این گرما، همراه ما بودی. حسین که قدردانی کنید از زحماتتون و اینکه با ما همراهی کردید تو اوج خستگیاتون. یه لوح ناقابله که تقدیمتون میکنیم از طرف بچه‌های خیلی ممنون تاچ آخر که همراه ما بودید. مرسی. از تمام بچه‌ها تشکر میکنم، ما کاری نکردیم، ان شاءالله که تو کارتون موفق و مؤید بشید. خیلی لطف کردی عمو، خیلی دست در نکنه. قربونت برم، فدات بشم. متشکرم مرسی. آخر